امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 33 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار کنیم. قطعه حربی که یه گوشه خیلی معروف توی ردیف دستگاهیمون هست که بعدها توی ردیف هم میزنیدش. قطعه زیباییه، در این حال خیلی ساده هست. تمرینش کنید، خیلی کمک میکنه به اینکه جفتای دقیق و خوبی داشته باشید. در واقع باید تمرکز کنید روی جفتاتون که بعد از دست چپ بلافاصله باید جفت بزنید. در واقع یکی از نکات مهم این قطعه اینه که پشت دست چپ بلافاصله باید یه جفت اجرا کنید و خیلی مهمه که جفته خیلی شفاف و دقیق و همزمان اجرا بشه. یادتون باشه حتما لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، حمایت بکنید که این مسیر رو پر انرژی با هم دیگه ادامه بدیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. این قطعه دوچاره و اگر یه نگاهی از بالا تا پایین قطعه بندازیم می‌بینیم که این قطعه یه مجموعه از نوت‌های چنگ هست، نوت‌ها و سکوت‌های چنگ. یعنی تمام نوت‌هایی که تو این قطعه می‌بینیم نوت چنگن و خب این خیلی کارمون رو ساده می‌کنه. به صورت 1 و 2 و میشماریم، فقط باید مواظب باشیم جاهایی که سکوت هست سکوتش رو رعایت بکنیم. اول قطعه که یه سکوت سیاه گذاشته و زیرش جفت سی و می سیمای زرد رو نوشته، بهمون انتخاب داده که این شروع قطعه رو با این جفت شروع کنیم یا سکوت کنیم. خب بهتره جفت رو بزنیم، هم از این بابت که این سکوت ابتداییش رو بهتر متوجه میشیم و همین که این جفته یه هارمونی خیلی قشنگی میده و یه پایه خوبی میسازه برای ملودی که قراره در ادامهش شنیده بشه. نوت‌ها رو میخونیم. اولش یه جفت سی و می داریم، سکوت چنگ، و بعدش نوتامون میشه می فا جفت می سکوت، دوباره می فا جفت می سکوت، می فا جفت سل سکوت، می فا جفت می. تا اینجا اجرا میکنم تا ادامش. دقت کنید که توی شمارش قطعه در واقع ملودی با دو و ها شروع میشه. همون 1 و 1 که گفتم سکوت هست به جاش حالا جفت رو میزنیم. این نقش اون فضای خالی رو داره اون جفته و از دو و ملودی ما شروع میشه. خب یه دور بشنویم. می فا می، می فا می، می فا سل، می فا می، دو ره می. خیلی خوب، این قسمت رو با شمارش اجرا میکنیم. من فکر کنم اون دو ره می آخر رو نخوندم، نمیدونم شاید تو نوت‌خوانی حواسم نبود. خلاصه تا اون دو ره می که تا اون جفت می میزان آخر خط اول اجرا میکنیم. با شمارش بریم. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و. ادامهش از دو تا نوت آخر خط اول نوتامون هست می فا سل، می فا می، دو ره می و اینجا عبارت در واقع پایه ما کامل میشه. میزنم این قسمت رو. می فا سل، می فا می، دو ره می. دقت کنید که این جفتا ببین پشت اون دوره دقیق هم سر جای خودش بخوره، مضرابمون دقیقاً رو همون سیم بخوره و همین که همزمان بخوره که یه صدای شفاف در بیاد. این خیلی مهمه، اینطوری نشه. مثلا به اون دقت جفت‌ها توجه کنیم. خیلی پایه رو یه دور کامل بشنویم. بسیار. میریم سراغ اولین ملودی که قراره اینجا شکل بگیره. از خط دوم میزان سوم، اون جفت میشو که با اون جمله قبل زدیم، از ضرب شماره 2 نوتامون میشه می سی لا، می لا سل، می سل فا، می لا سل، می سل فا، می فا می و بعد ادامهش دوباره همون چیزی که تو خط اول زدیم تکرار میشه. می فا می، می فا سل، می فا می، دو ره می، می فا سل، می فا می، دو ره می. من تا خط چهارم میزان چهارم اون جفت می اولش خوندم نوتاشو که خب بیشترش تکرار قبل بود دیگه. حالا روی ساز بشنویمش. از خط دوم میزان سوم
می می سی. اینجا حواستون باشه که اینجا جفت لا و دو رو داریم. چرا اینجوری نوشتتش؟ چون نمیتونیم لای سفید و پشت خرک رو جفت بزنیم. ببین صدای بدی میده، به خاطر اینکه توی کوک سازمون ما یه اختلاف صدایی داریم بین لای سفید و لای پشت خرک. چون نمیتونیم لا رو اینجا جفت بزنیم، مجبور شده لا رو با دو بزنه که صدای خوبی بده. پس شد چی؟ می سی لا، می لا سل، می سل فا، می لا سل، می سل فا، می فا می، می فا می، می فا سل، می فا می، دو ره می، می فا سل، می فا می، دو ره می. اینجا دوباره یه عبارت کامل شد. دیگه شمارشش که خیلی واضحه دیگه، به همون صورت 1 و 2 و شمرده میشه و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی با این قسمت داشته باشید. میریم سراغ جمله بعد. جمله بعد از خط چهارم، میزان چهارم شروع میشه. می دو سی، می سی جفت لا و دو، می لا سل. حالا از یه نوت پایین‌تر، می سی لا و دو، می لا سل، می سل فا. حالا باز دوباره یه نوت پایین‌تر، می لا سل، می سل فا، و بعد دوباره پایه می فا می، می فا می، می فا سل، می فا می، دو ره می، می فا سل، می فا می، دو ره می. من تا خط 1 2 3 4 5 6 خط هفتم ابتدای میزان دوم خوندم. اجرا میکنم از خط چهارم میزان چهارم. می می دو سی، می سی لا، می لا سل، می سی لا، می لا سل، می سل فا، می لا سل، می سل فا، می فا می، می فا می، می فا سل، می فا می، دو ره می، می فا سل، می فا می، دو ره می. میشماریمش 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و. بسیار عالی. میریم سراغ جمله بعد که آخرین جمله ما هم میشه. نوتامون هست از همون خط هفتم، خط 1 2 3 4 5 6، آره خط هفتم میزان دوم، جفت می که پایان جمله قبل بود. بعد داریم می دو سی، می دو سی، می ره دو، سی لا سل. حالا همین یه نوت میاد پایین‌تر میشه می سی لا، می سی لا، می دو سی لا سل فا. باز یه نوت پایین‌تر، می لا سل، می لا سل، می سی لا سل فا می، و بعد دوباره پایه می فا می، می فا می، می فا سل، می فا می، دو ره می، می فا سل، می فا می، دو ره می، تا اون جفت می ابتدای خط آخر اون ملودی ما کامل میشه. بشنویمش. می دو سی، می دو سی، می ره دو، سی لا سل. یه نوت پایین‌تر، می سی لا، می دو سی لا سل فا. یه نوت پایین‌تر، می لا سل، می سی لا سل فا می، پایه می فا می، می فا می، می فا سل، می فا می، دو ره می، می فا سل، می فا می، دو ره می. شمارشش هم عین قبل هست. حالا یه دور بعد آخر کار با شمارش و مترونوم براتون میزنمش. خط آخر که دیگه میخواد ببنده قطعه رو میشه سول لا سی دو ره می. از ره یه تیکه میاد تا می، ره دو سی لا سول فا می، دو ره می سی می. پس به این شکل میشه. از همون جفت می ابتدای خط میشه می سول لا سی دو ره می، ره دو سی لا سول فا می سی می.
یک و دو و 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 یک و دو و. خیلی خب بریم یه با مترونوم اجراش کنیم. خب سرعتی که کتاب مشخص کرده سرعت پایینیه، حتما با سرعت پایین تمرینش بکنید و بعد آروم آروم سرعت رو ببرید بالا. سرعت 60 و 2 ضربی. یک و دو و 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 یک و. البته خیلی هم سرعت پایینی نیست برای حالا این سطح، اما خوبه که به عنوان یه تمرین، به عنوان یه چالش ببینید تا کجا میتونید تندش بکنید تا جایی که ضرباتتون دقیق بخوره. مثلا بزنیم به جفتا توجه کنید. فایل آخر دیگه تا جایی که میشه سرعت رو ببرید بالا. بسیار عالی. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون باشه لطفاً حتما یه لایک بزنید. یه لایک ساده شما میتونه خیلی خیلی کمک بکنه. سابسکرایب کنید، لایک بکنید، این ویدیو رو شیر بکنید، به دیگران هم کمک کنید که این ویدیو رو ببینن و خوب و خوش باشید.